سلام رفقای من، چطورید؟ به یه ویدیو جدید خوش اومدید. توی این ویدیو قراره اکسپلور گردی داشته باشیم. ویدیو اکسپلور گردی ویدیوهایی هستش که از سم اکسپلور یا دوستان یا حتی شما که برام کلی ویدیو میفرستین و من بهشون ریاکشن میرم، نگاه میکنم و کلی با هم دیگه خوش میگذرونیم و میخندیم و عشق میکنیم یا حتی بعضی وقتا هم قراره گریه کنیم. پس بدون هیچ معطلی میریم سراغ ادامه ویدیو. بزن بریم. ماجرای هر ماه من آمدم تو رو ببینم بروم، من آمدم تو رو ببینم. دقیقا خودشه. دادم چرا نگرفتی باز، شاخ گل دادم چرا نگرفتی باز، دل بیقرارم بیا. از رابطه چی میخوای شیلا؟ پول. فقط از رابطه پول میخوای؟ از بانک باید پول بخوای از رابطه. فکر کنم باید با صاحب بانک بگو. دانشگاه میری؟ نه، ترک تحصیل کردم. شما چی؟ من مهندسی برق اما برقمون داره میتونی بیاری؟ نه ولی چیز دیگه رو فکر کنم بتونه خوب بیاره سرجان. اولین باشه برو. باشه برو. عرفانی کیه اینجوری واسه هم دیگه قلب میذارید؟ ببین به خدا داداشی ما دوست خانوادگیمون قدیم بوده، همه فامیلام و خاندانمون میشناسه، مامان بابا میشناسه، اصلا اونجوری فکر نکنه انقدر با هم دیگه ما کولیم، انقدر راحتیم. تیکی دیزی بیبی، تیکی دیزی. باشه از خیلی راحتن. به خدا اصلا اونجوری که تو فکر میکنی داداشی به نگاه کن داره لیست میزنه. درسته حالا طنز بود ولی خب واقعا یعنی این موضوع الان باب شده و مشکل توی جامعه و خیلی هم خیانت میکنن. دم بچه‌ها گرم که با طنز میان و میفهمونن. شاید یه سری بفهمن، شاید یه سری نفهمن، خودشو به نفهمی بزنن. داری میری پشت سرتون در نکبتی هم ببند. دمت گرم، خوش گذشت. فقط یه چیزی، چون تو این 2 سال هوامو داشتی یه پیرمرد حول پولداری همراهم هست، بگم بیا تو کارش را بندازی؟ جیرینگی پول بده، هر خری میخواد باشه. حاجی این قیمتش 2 برابر بقیه است که نسبازی در نیاری، همون اول کار بزن به کارتش. ردیفی داشتم حاجی میزونه شنیدم قیمت خانم 2 برابر بقیه است. حتما خوب چیزی هستی. همین اول شما کارتی بده تا آره قیمتم 2 برابر بقیه است، چون وقتی مادرمو به تهمت هرزگی طلاق دادی من موندم و 4 تا خواهر برادر کوچیک‌تر از خودم که خرجشونم با من بود. تو هم که ول کردی رفتی. آره قیمتم 2 برابر بقیه است، چون وقتی نیاز داشتم پدرم بالا سرمون باشه دنبال هرزگی و خونه خالی بود. آره پدرم قیمتم 2 برابر بقیه است. الان یه چی ما بدهکار شدیم. قطع کن. الان ما بدهکار شدیم. خدایا نمیفهمم آقا. من هیچ نظری ندارم، خودتون نظر تو کامنت ها بگید. آقا دست شما درد نکنه، محبت کردین قربان. چه لوکیشنی؟ خیلی ممنون قربون شما برم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. کجا داره میره؟ کجا رفتین؟ فکر کنم رفت رستوران خرچنگ، چون رستوران آقای خرچنگ زیر آب بود و اینجا فکر کنم لوکیشن رستوران آقای خرچنگه برای آدما. سلام، جذاب ترین عضله پسرا از نظر شما؟ از نظر من سرشونه. شما چی؟ از نظر منم قطعا سرشونه. شما چی؟ سرشونه؟ یک ببین این مثلا مهمه که طرف پول خرج کنه ها تو رابطه، درآمدش مثلا مهم نیست، مثلا این مهمه که بتونه پول خرج بکنه دیگه. ماهی یه مسافرت و یه گوشی و اینا که دیگه خیلی طبیعیه.
چی شد نفهمیدم. یه لحظه من حواسم به پشت صحنه بود. چی شدش؟ میگم دیگه یه ماهی مسافرت، یه گوشی با دوست پسرت؟ آره. ماهی مسافرت یه موبایل؟ نه حالا ماهی موبایل نه، ولی دیگه یه موبایل. بعد 3-4 ماه رابطه با پسر موبایل چه موبایلی میخوای؟ الان 16. چند حساب کردی 3-4 ماه رو؟ توجهی رو پسر میکنی؟ فکر کنم ماهی 20 میلیون. میگه مهمه طرف پول خرج کنه ولی درآمدش اصلا از کجا بیاره که خرج. بعدم ماهی یه موبایل، اونم آیفون 16 مد نظرته. به قول وحید در ازاش چی میدی؟ هرچی انتر اداش بیشتر. چرا این کار میکنین؟ دوست دارین فوش بخورین هرکی تو مجازی بهتون حرف حاجی راست میگن بیچاره پسرا برای اینکه ارزش داشته باشن و بهشون توجه بشه باید حتما پول داشته باشن یا حتما یه چی داشته باشن که ارائه بدن. ولی دختر فقط اینکه دختر باشن کافیه. این آهنگ خود تنظیم جلال ماشالله آسان. عشقم اینقدر عشقم کردم شکست عشقی خوردم آخر. این آهنگم میفرستم برای عشقایی که شکست عشقی خوردم. ای جان بفرست واسه عشقا. از این رقصا عمو رضا آهنگو بفرستم برای کی؟ بفرست واسه عشقا. چقدر امشب خرابم نمیتونم بخوابم. چقدر امشب خرابم نمیتونم بخوابم. شکست قایقی من روی آبم. همه حرفات دروغه میگن دورت شلوغه. چقدر نقشی که بازی کردی خوبه. چقدر نقشی که بازی کردی خوبه. نه 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 عشق تو رو نمیخوام. نه 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 رفتی نموندی به پا. تو با کارات دل منو شکستی. نامردی که دل به غریبه بستی. نامردی که دل به غریبه بستی. بیا حالا عشقم تلاش کردم بمونی ولی بی معرفت دلت با من نبود. مرسی رضا. خب سال 83 93 403 8700 تومان. وای نه 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 اختلاف قیمت رو ببین. قیمت سکه تمام 88000 تومان. 945 تومان. 60 میلیون و 330 تومان. قیمت پراید صفر 6 میلیون و 600. 16 و 100. 365 میلیون. قیمت 206 صفر 15 میلیون و 500. 39 تومان. 710 میلیون تومان. قیمت دلار 880 تومان. 880 83500 تومان. قیمت یورو 1069 تومان. 1070 تومان. 87500 تومان. حقوق پایه کارگر 85300 تومان. 622 تومان. 7 میلیون و 166 تومان. میانگین اجاره آپارتمان 45000 تومان. 350000. 20 میلیون تومان. ببخشید. مرسی که تا اینجا تماشا کردید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه‌ها حتما از این ویدیو و کلکشن ویدیوهای ریاکشن واسهتون میذارم. حتما اگه دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید، کامنت بذارید که انگلیس یا فینگلیش باشه چه بهتر. و اگر هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید چنل رو سابسکرایب کن یا همون مشترک شدن رو بزن و گزینه زنگوله رو فعال کن که هر موقع براتون ویدیو میذارم پیغامش واسهتون بیاد. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا ویدیوی بعدی خدافظ.